سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به چنل چس 24 داتایار. امروز میخوایم با همدیگه ثبت حرکت توی شطرنج رو یاد بگیریم. اولین موردی که هست من میخوام ببینم اصلا بررسی کنیم چرا ثبت حرکت برای ما مهمه و چرا ما باید اونو یاد بگیریم. خب بریم با همدیگه ببینیم. ببینید من چند تا در واقع اینجا اسلاید رو برای شما آماده کردم. اولین موردی که هست اینه که شما الفبای اصلی شطرنج همون ثبت حرکت. یعنی اگه شما بخوای قادر باشی یک بازی رو از توی کتاب بخونی یا پوزیشنش رو بچینی یا بازی خودت رو بتونی یادداشت کنی روی یک برگه کاغذ، باید ثبت حرکت رو حتما بلد باشی. پس یه جورایی سواد شطرنجی هم محسوب میشه. مورد دوم، برای ثبت بازی خودمون خیلی از بچه‌ها میگن خب آقا ما توی اپلیکیشن‌های شطرنجی یا تو سایت‌های شطرنجی مثلا لیچس chess.com بازی می‌کنیم، خود بازی ثبته، هر موقع هم بخوایم میریم اونجا بازی رو نگاه می‌کنیم. بله کاملا درسته. اما گاهی پیش میاد که توی سری از مسابقات شما مسابقات اووربورد، یعنی به صورت حضوری با مهره فیزیکی داری بازی می‌کنی. اونجا کامپیوتر بعضی حالا از صفحه‌ها خودشون اتومات ثبت کنن، خیلی موقع تو ایران صفحه‌ها خودشون ثبت ندارن و شما بازی که انجام میدی ممکنه بعد بازی یادت باشه، اما یه ماه، دو ماه، یه سال بعد دیگه ممکنه اون بازی کاملا از خاطرت بره. پس بنابراین برای اینکه ما بازی رو داشته باشیم و بدونیم چه عملکردی رو داشتیم، مثلا تو فلان مسابقه سال پیش یا چند سال پیش بتونیم بازی‌ها رو بررسی کنیم، حتما باید بتونیم اونا رو ثبت کنیم که اشتباهاتمون رو پیدا کنیم و ازشون درس بگیریم. مورد بعدی، توانایی بازخوانی بازی بزرگان. ببینید اکثر کتابایی که شما میگیرید برای شطرنج، کتابای آموزشی البته، وقتی شروع میکنید به خوندن بازی بزرگان رو اومدن تشریح کردن، بازی رو آنالیز کردن. خب بازی هم خود بازی رو هم گذاشتن، با همین علائم اختصاری در واقع بازی رو هم شروع کردن به ثبت کردن و گذاشتن. پس شما اگر بخوای بتونی از اون کتاب بازی رو بخونی و برای خودت بچینی و ببینی چی به چی، حتما باید ثبت حرکت و خوندن اونو بلد باشی. اما مورد آخرم که خیلی مورد مهمیه، اجباری بودن ثبت حرکت باشه تو مسابقات رسمی کلاسیک. شما اگه بری یک مسابقات رسمی کلاسیک، مسابقاتی که 60 دقیقه به بالا زمان داره هر نفر، بخوای انجام بدی مسابقه رو و این مسابقه تحت نظر فیده باشه، حتما باید ثبت حرکت رو بلد باشی، چون اجباریه و قانونه که شما حرکات خودت و حریفتو ثبت کنی. خب مورد بعدی، حالا ببینید اولین چیزی که برای ثبت حرکت ما لازم داریم اینه که شما صفحه شطرنج مختصاتش رو بلد باشید. من صفحه شطرنج رو براتون اینجا قرار دادم. فرض کنید شما این صفحه رو جلوتونه، سمت پایین اینجا بازیکن سفید میشینه، سمت بالا بازیکن سیاه. ببینید صفحه ستون و ردیف داره، ستون A، ستون B، ستون C، ستون D تا ستون H. ردیفاش هم از یک، من این یک و این بغل نوشتم، 1 2 3 4 5 6 تا 8. 8 ستون در 8 تا ردیف. هر کدوم از این خونه ها یک مختصات یونیک و خاص دارن. مثلا خونه رو مشخص کردم. ببینید این خونه رو، ستونش رو من نگاه میکنم، ستون دی، ردیف 4، این میشه دی 4. دی 4 تو کل صفحه شطرنج فقط یه دونه دیگه، ما هیچ خونه‌ای به نام دی 4 نداریم. یا مثلا این خونه رو ببینید، ستون رو نگاه میکنم F، ردیف رو نگاه میکنم 6، F6. F6 یک خونه منحصر به فرده و دیگه هیچ F6ی توی این صفحه وجود نداره. پس اینجوری شما میتونید مختصات تک تک خونه‌های شطرنج رو داشته باشید، چون حتما برای ثبت اونها رو لازم دارید. خب مورد بعدی، ببینید توی ثبت وقتی شما میخواید ثبت کنید یه سری علائم اختصاری دارید. مثلا من اگه بخوام بگم شاه هم حرکت کرد، باید یه جوری بگم شاه، نمیتونم بگم شاه رفت مثلا توی حالا فلان خونه، باید برای شاه یه علامت اختصاری داشته باشیم. این علائمو قبلا حالا خب طبق استانداردهایی که بوده خودشون تعیین کردن. ببینید مثلا شاه کلمه کینگ یا به همون معنای پادشاه هستش و اول کلمه این کی رو برداشتن، پس این شده علامت اختصاری شاه. یا وزیر، کوین، که حالا توی انگلیسی بهش میگن ملکه، کلمه اول کلمه رو یا همون کیو رو برداشتن و خب علامت اختصاری شده کیو. روک یا همون رخ قلعه‌ای که ما بهش میگیم آر. بیشاپ یا نخست وزیر که ما بهش میگیم فیل، بی هستش، بی بزرگ. ببینید اسب یک استثنایی، اسب یا همون نایت به معنای شوالیه، چون اولین کلمه کی بوده و چون با شاه یکی میشده، خب در ضمن که خونده هم نمیشه توی انگلیسی، پس ان رو گذاشتن. حرف اختصاری اسب ان هستش که ان بزرگه، ولی خب تو این کلمه ما ان رو کوچیک نوشتیم که در واقع نگارش انگلیسیش درست در بیاد. و در آخر هم سرباز رو دارید که به معنای پاون یا همون پیاده هستش که پی بزرگ. پس تمام حروف اختصاری بزرگ هستن. تو اسلاید بعد من این حروف اختصاری رو مربوط به هر کدوم از در واقع این مهره ها براتون قرار دادم. پس ما اینا رو هم لازم داریم که یاد بگیریم، بدونیم وقتی میخوام بنویسیم مثلا فیل کجا میره بدونیم علامتش چیه، بدونیم علامت رخ چیه. یک استثناء در مورد سرباز هست، معمولا تو حرکات سرباز این پی رو نمی‌نویسن، ولی خب تو کتاب‌های قدیمی‌تر ممکن شما اگه بررسی کنید ببینید که این پی رو نوشته. پس ما اینجا آوردیم که اونم شما بلد باشید.
در آخر یه سری علامت داریم تو ثبت حرکت. بچه‌ها مثلا من یه حرکتی رو میخوام ثبت کنم، اگه بخوام یه مهره رو بگیرم میخوام ببینم اون به معنای گرفتن چی باید بنویسم تو کاغذ. ببینید گرفتن مهره علامتش ضرب داره، یعنی وقتی من بنویسم ضرب داره یعنی مهره رو گرفتم. حالا اینو عملی حتما تو جلوتر بهتون نشون میدیم، حتما با ما همراه باشید. کیش دادن، ببینید زمانی که میخوام به یه مهره کیش بدم، وقتی که کیش دادم مثلا به شاه کیش دادم، من علامت به علاوه همون پلاس میاد. کیش دوگانه، البته دیگه کیش دوگانه رو معمولا تو کتاب شما نمیبینید، ولی خب ما اینجا باز هم گذاشتیم که اگر تو کتاب قدیمی تر دیدی بدونی چیه. زمانی که شما با دو تا مهره متفاوت به شاه حریف کیش میده یا حالا حریف به شما کیش میده، دو تا به علاوه میذارن که بدونی از دو جهت شما در واقع کیش شدی. کیشومات در آخر بازی وقتی که شما حریف کیشومات میکنی، علامت هشتگ آخر حرکت میاد که به معنای کیشومات و اتمام بازی هستش. ارتقا به وزیر، زمانی که پیاده میره آخر لاین آخر میخواد وزیر بشه، حالا هر این حرکت قبلش رو مینویسن، مثلا مینویسن مساویه به وزیر. اگر میخواست این پیاده مثلا میگم به رخ تبدیل شه، بچه‌ها به جای این کیو میمیشن آر، چون اگه خاطرتون باشه علامت اختصاری رخ آر بود، درسته؟ پس این علامت ارتقا هستش، مساوی به هر مهره‌ای که حالا تبدیل شد. شاه قلعه کوچیک که خیلی حرکت خوب و مفیدی هم هست، ببینید او خط فاصله او. شاه قلعه بزرگ که سمت چپ اگه سفید باشه انجام میشه شاه، میشه رخ، در واقع میاد جای شاه و شاه میره جای رخ و علامتش میشه 3 تا او خط فاصله او خط فاصله او که معنی شاه قلعه بزرگ است. یه سری علامت دیگه هم ما داریم که بیشتر توی گزارش بازی و گزارش نویسی یا همون آنالیز بازی استفاده میشه. اشتباه نکنید این علامت رو شما لازم نیست تو بازیتون بذارید. مثلا برد سفید، خب برد سفید ببینید یک خط فاصله 0 به معنای برد سفیده، آخر بازی داور خودش میاد اینو ثبت میکنه. ولی شما برای اینکه بدونید در واقع داور داره چی رو ثبت میکنه، این مهمه که حداقل بلد باشید، اما لازم نیست شما کاری انجام بدید، یعنی شما با این علائم کاری ندارید، فقط همین که بدونید تو ذهنت باشه کفایت میکنه. برد سیاه 0 خط فاصله 1 میشه برد سیاه. مساوی، خیلی اوقات تو مسابقات مساوی میکنن حریف، مسابقه رو با هم مساوی میکنن بازی رو و علامتش میشه 1/2 خط فاصله 1/2، گاهی نیم هم مینویسن دات 0.5 0.5 که میشه نیم. حرکت خوب، ببینید این حرکت خوب و اینا دیگه شما تو بازی وقتی حرکت میکنی شاید از نظر خودت حرکت خوبه نمیای علامت حرکت خوب بذاری، حریف دیگه حرکتی میکنه نمیای علامت حرکت خوب بذاری. اینو زمانی که یک مفسر داره بازی شما رو آنالیز میکنه یا انجین کامپیوتر داره بازی شما رو آنالیز میکنه، اونجا این علامت خودش به صورت اتومات براتون میذاره. حرکت خوب، حرکت خیلی عالی که دوتا علامت تعجب هست. حرکت ضعیف یعنی شما یه حرکت مثلا بهتر داشتی ولی خب این حرکت رو کردی مشکوکه خوردی. حرکت خیلی ضعیف یا همون بلاندری که ما بهش میگیم، بلاندر یعنی دیگه واقعا ندیدی، مثلا یه حرکت میکنی وزیرت با سرباز زده میشه یا وزیر توسط یک اسب چیزی میره، یعنی بلاندر حرکت بسیار بسیار در واقع ضعیف هستش این علامت. و در آخر ما برگه ثبت حرکت داریم بچه‌ها. این برگه‌ای که می‌بینید من خودم حالا درست کردم، این میشه برگه ثبت حرکت. برگه‌های ثبت حرکت استاندارد معمولا ساختارشون این شکلیه، حالا ممکنه یک جابجایی کوچیکی توشون داشته باشه. ببینید اول یک فیلدی دارید شما به نام بازیکن سفید. شما این قسمت باید اسم بازیکن سفید، حالا من مثلا اسم خودم می‌نویسم، این قسمت اسم بازیکن سیاه اسمشو می‌نویسه. شما باید این برگه رو هم برای خودتون و هم برای حریف پر کنید. یعنی چی؟ یعنی برگه‌ای که برای شما گذاشتن، شما اسم خودت اگه سفیدی می‌نویسی، اسم حریفت هم اگه سیاه تو برگه خودت می‌نویسی. فعلا به امضاها کاری ندارید، در آخر بازی این امضا رو شما انجام میدید. داور مسابقه هم خودش اسمش رو اینجا می‌نویسه، نتیجه هم این قسمت رو داور پر می‌کنه در آخر بازی. حرکات رو ببینید، شما یه سری فیلد و ستون دارید. اینجا نگاه کنید، مثلا میگم اینجا تا ردیف 20 داریم، بعد 40 بعد 60. آقا اگه از 60 تا حرکت بیشتر شد حرکات بازیمون چی؟ خب اشکال نداره، یه برگه ثبت حرکت مجدد درخواست می‌کنی برات میارن، از حرکت 60 به بعد رو تو اون ثبت می‌کنی. ممکنه برگه ثبتی که برات میارن دیگه عددش باز دوباره همین یکه باشه ها، ولی شما چون میدونی برگه دومته دیگه یکی در واقع میشه 61 از اونجا به بعد ثبت میشه. و الی آخر هر چند تا برگه لازم باشه بهتون در اختیارتون قرار میدن. این قسمت ببینید دو تا فیلد داره، مثلا اینجا نوشته ردیف 1. خب تو این قسمت شما باید حرکت سفید رو ثبت کنید، تو این قسمت باید حرکت سیاه رو ثبت کنید. شما هم حرکات خودت رو ثبت می‌کنی هم حرکات حریفتو، این خیلی خیلی مهمه. بعد حرکت 1 که تموم شد دوباره حرکت 2، حرکت سفید و حرکت سیاه. اینا رو بریم با هم دیگه توی ویدیو ببینیم که به صورت عملی چجوری باید ثبت حرکت رو انجام بدیم. خب حالا می‌خوایم اینجا با هم دیگه یک بازی رو انجام بدیم و حرکاتش رو ثبت کنیم. من یک برگه ثبت حرکت رو اینجا براتون آوردم. حالا نام بازیکن سفید و نام بازیکن سیاه فاکتور می‌گیریم، شما هر اسمی که بازیکن‌ها داشتن رو می‌تونید اینجا وارد کنید. بریم سراغ بازی. ببینید تو قسمت سمت چپ ما صفحه رو داریم. حالا
من حرکت رو من به عنوان بازیکن سفیدم حرکت رو انجام میدم، ثبت میکنم. سیاه هم که حرکتش انجام داد، ثبت رو انجام میدم. به عنوان بازیکن سفید من در ابتدا میام E4 بازی میکنم. ببینید پیاده رو میبرم تو E4. خب حالا میخوام اینو چجوری باید تو کاغذ ثبت کنم پیاده رو که بردم میشم. میرم تو قسمت ثبت حرکت. یه خورده من برگه ثبت حرکت رو زوم میکنم که درشت‌تر بشه، راحت‌تر بتونید ببینید. حرکت E4. بچه‌ها نگاه کنید. زمانی که سرباز من از خونه E2 رفته تو E4، من نمیام علامت سرباز رو بنویسم، فقط یک حرف می‌نویسم E4. قدیم چی می‌نوشتن؟ می‌نوشتن E2 به E4. ببینید اینجوری می‌نوشتن، یعنی میگفتن آقا سربازی که از E2 بود رفت توی E4. ولی خب دیگه الان به صورت مدرن، ثبت حرکت مدرن فقط یک E4 می‌نویسه، یعنی سرباز رفت تو خونه E4. ای رو ببینید من حرف ای رو به صورت حرف کوچیک نوشتم که داره یعنی خونه رو نشون میده. این خیلی مهمه. خب سیاه حرکتش رو انجام میده، E5 بازی میکنه. میریم تو قسمت خود سیاه. من فرقی نمیکنه چه بازیکن سفید باشم چه سیاه، هر دو تا حرکت رو باید هم برای سیاه و هم برای سفید ثبت کنیم. حرکت سیاه میشه E5 رفت E5. خب بازیکن سفید میاد تصمیم میگیره اسبش رو بیاره تو خونه F3. ببینید اسب میاد تو خونه F3. علامت اختصاری اسب اگر تو ذهنتون باشه N بزرگ بود. N بزرگ وقتی حروف بزرگ میاد یعنی دارن به شما مهره رو میگن چه مهره ای. N بزرگ یعنی اسب. رفت تو چه خونه ای؟ F3. F کوچیک. ببینید F کوچیک 3. اسب رفت تو F3. حالا من حرکاتی که بچه‌ها اینجا میرم ممکن حرکات خوبی نباشه. میخوام یه خورده بازی رو پرزد و خورد کنیم و که علامت ها رو بیشتر باهاش آشنا بشیم. پس اگر حرکت ضعیفی رفتیم صرفا برای ثبت حرکت به حرکات خود شطرنجش خیلی کار نداریم. حالا مثلا فرضاً اینجا اسب میاره تو خونه C6 بازی کنه سیاه. پس این هم میشه N C6 تا اینجا درست. حالا اینجا میگم یه خورده میخوایم زد و خورد رو انجام بدیم. من با فیل میام تو خونه C4. ببینید فیل رو میاره C4. بازیکن سفید حرکت سوم. فیل علامت اختصاریش B بود. B رفت تو چه خونه ای؟ C4. C4. ببینید فیل رفت تو C4. سیاه چیکار میکنه؟ بر فرض که مثلا سیاه میاد اسبش میاره تو خونه F6 میشه N بزرگ F6. من اینجا با اسب میرم تو G5 حمله میکنم به سرباز F7. با اسب میام تو G5 ثبت میکنم N رفته کجا؟ G5. قبلی که حرکت رو برید ثبت نکنید. یعنی شما اگه قبلی که اسب ببری G5 بنویسی خطاه. قانون دیگه. فیده گفته آقا اول حرکت رو میری بعد ثبت میکنی. اینجا سیاه مثلا متوجه خطر نمیشه. به عنوان مثال میگیم A6 بازی میکنه که خب حرکت بدیه. ببینید A6 یک A کوچیک 6 یعنی سربازشو برد تو خونه A6. من اینجا با فیل میزنم تو پیاده F7 و کیش میدم. خب حالا میخوام ببینم زدنه چه علامتی داشت. فیل آقا چه موقعی حرکت کرده؟ فیل بی بزرگ ضرب در برای چی؟ برای که زده. چه خونه ای رو زده؟ خونه F7. پس میشه بی بزرگ ضرب در F7. حالا ما دیگه کار نداریم تو F7 چه مهره ای بوده چون از قبل مشخصه وقتی بازی رو شما انجام بدید. پس زده خونه F7 و چی؟ کیش داده. یک به علاوه هم میاد. پس میشه بی شاه ضرب در F7 با به علاوه یعنی کیش داده بشه. خب شاه مجبوره رفع کیش کنه. علامت اختصاری شاه. ببینید شاه برای که رفع کیشونه باید بیاد خونه E7 قرار بگیره. ببینید میاد تو خونه اول علامت اختصاری شاه می‌نویسیم که کینگ مخفف کینگ یا همون شاه هستش. رفت تو چه خونه E7 شاه رفت تو E7. پس ما اینجوری داریم ثبت می‌کنیم. حالا فرض می‌کنیم اینجا سفید می‌خواد شاه قلعه بره. ببینید سفید می‌خواد شاه قلعه کوچیک بره. میاد شاه میبره تو خونه G1 و رخ میره تو خونه F1. پس اینجا علامت شاه قلعه کوچیک رو می‌نویسیم. چی بود؟ او خط فاصله او. این شد شاه قلعه کوچیک. و به همین ترتیب شما میتونید بازی رو ثبت کنید. خب حالا من از اینجا بعد یه خورده ادامه میدم. مثلا فرض کنید بازی میره جلو. حالا چند تا حرکت دیگه انجام میدیم. برای سیاه اینجا سیاه مثلا میاد خونه H6 بازی میکنه که می‌نویسیم H6. سفید سری بازی میکنه. میخوام سری مهرهای سفید رو بیارم بیرون. اسب C3 که یک نکته رو بهتون بگم. سیاه بازی میکنه میاد اسبو میزنه. ببینید زدن دوباره این اسب میشه H. این پیاده H ضرب داره چه خونه رو گرفت؟ G5 میشه H ضرب در G5. یعنی دیگه ما نمی‌نویسیم PH هم بنویسید H ضرب در G5 کفایت میکنه. یعنی این مهره رو گرفت. سفید بازی میکنه مثلا میگم D3 بازی میکنه D3. حرکتای بدو دارم میرم فقط میخوام سری خالی کنم لاین آخر رو. سیاه دوباره بازی میکنه با شاه میاد F7 رو میگیره. ببینید شاه ضرب در F7 گرفت. سفید فیلشو میاره میزنه تو پیاده. فیل پیشاب ضرب در چی؟ G5. سیاه بازی میکنه فیلشو گسترش میده میاد فیل تو خونه E7 قرار میگیره. بیشاپ E7 و تو حرکت 10 اینجا سفید میاد وزیر D2 میکنه. وزیر علامت اختصاریش Q بود.
D2 و سیاه هم اینجا فرض کنید حالا میاد B5 بازی میکنه، اینم B5. خب ببینید تو حرکت 11 سفید میخواد یکی از رخاشو مثلا بذاره تو خونه E1. اینجا دو تا رخ قابلیت اینو دارن که برن تو خونه E1، هم رخ ستون A هم رخ ستون F. اگر ما فقط بنویسیم R E1 این اشتباهه. چرا؟ چون کسی که داره بازی رو انجام میده بعداً میرسه به این خونه میبینه خب R E1 میگه رخ 1، میاد رخو ببره تو 1 میمونه، میگه خب کدوم رخو من ببرم تو 1، اینو ببرم یا این، منظورش کدوم بوده؟ پس این کامل نیست این سمت. شما باید مشخص کنید چه رخی رفته. اگر سفید مثلا رخ ستون A آورده بود، من باید بنویسم R A، یعنی رخ ستون A R A رفته تو E1، هم R A E1. پس اینجا مشخص میشه که کدوم رخ رفته تو خونه E1 و الی آخر شما میتونید بازی رو ثبت کنید. حالا اگر بالعکس این هم میشه، ببینید من الان اگر اینجا تمام حرکاتو برگردم، فرض کنید همین حرکاتی که اینجا ثبت کردیم رو می‌خوایم بازیشو انجام بدیم. نگاه می‌کنیم حرکت 1 E4 سفید بازی کرده، حرکت 2 سیاه E5 بازی کرده. یعنی اگر این بازی رو من ثبتشو داشته باشم، ممکنه بخوام سال دیگه 2 سال دیگه بیام بازی رو نگاه کنم، قشنگ میتونم طبق این حرکاتی که ثبت کردم بازی رو جلو برم و برای خودم سفر رو بچینم. بعد نگاه میکنم تو حرکت 2 NF3 اسب آورده F3، حرکت دوم سیاه NC6 و به همین ترتیب میتونم حرکات رو جلو برم. امیدوارم که از ویدیو استفاده کرده باشید. حتما اگر سوالی داشتید تو کامنت ها مطرح کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.